شامل موضوع کلی و عمده اساسی تحت عنوان اقلام عمده کار است. یعنی ما فعالیت‌های مختلف داریم، مثلا کندنکاری، پرکاری، کانکریزی، خشتکاری، سنگکاری و موارد و فعالیت‌های مختلف دیگه است. این فعالیت‌ها ضرورت داره محاسبه شود و طرق محاسبه نمودنی فعالیت‌ها و مو اساسی که در این محاسبه نمودنی فعالیت‌ها وجود داره، این با استفاده از اقلام عمده کار که مبحث کلی ای درستان است مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. بنابراین اولین بحثی که ما می‌خوایم سر از او بحث بکنیم بحث عملیات زمینی یا امور خاکی است که تحت عنوان ارکورس یا کارات زمینی و در مجموع به امورات خاکی هستند. یعنی ما زمانی که می‌خوایم در سر ساحه کار بکنیم، اولین کاری که در اونجا صورت میگیره سه بخش میباشه. یا کندنکاری داریم، یا هموارکاری داریم، یا دوباره هم چی داریم؟ پرکاری داریم. پس هموارکاری و پرکاری یک بحث مهم و اساسی است، همچنین بحث کندنکاری. این اموری که در کندنکاری، اموری که در پرکاری، اموری که در هموارکاری وجود داره و فعالیت‌هایی که در اینجا صورت میگیره، ما چگونه این فعالیت‌ها را انجام بدیم و به کدام طریقی محاسبه بکنیم، در کدام واحدات بکنیم و در چگونه جدول انجام بدیم. بنابراین این تحت عنوان عملیات زمینی یا امور خاکی مورد مطالعه قرار میدیم. کندنکاری، پرکاری و هموارکاری واحدش به متر مکعب هستند که اصل ضرب طول و عرض و ضرب در عمق یا ضرب در ارتفاع صاحب مورد نظر مورد به دست میاد. یعنی به این معنی که اگر ما بخوایم یک قسمت کندنکاری بکنیم، پس اگر یک تعداد باشه، پس ابعاد تعداد به دست میاریم. یعنی طول ضرب عرض تعداد ضرب در عمق تعداد که ضخامت تعداد به معلوم میشه که ما با استفاده از نقشه قبلا تشریح کردیم که یعنی برابر بدون و موسه حاصل که و سه مواد اساسی که تحت عنوان تکنیکال داکومنتس است یا اسناد تکنیکی است امکان نداره که جمله اسناد تکنیکی نقشه ها است. و نقشه ها شامل نقشه های مهندسی کامل باید باشد، از دست انجینر قرار بگیره، نقشه های انجینری و نقشه های مختلف دیگه. پس ما ابعاد با استفاده از نقشه ها به دست میاریم. ابعاد وقتی که به دست آوردیم با استفاده از همون طریقای به دست آوردن مساحت ها و احجام ما میتونیم این را محاسبه بکنیم. پس واحد کندنکاری، پرکاری و هموارکاری هم که شامل پرکاری و کندنکاری هستند، پرکاری و هموارکاری یک عنوان است. پس در اینجا با واحد چی محاسبه میشه؟ با واحد متر مکعب محاسبه میشه. چرا ما از هموارکاری و پرکاری استفاده میکنیم؟ هدف از پرکاری و هموارکاری هستند که ما در هموارکاری موقعیت ساختمان ها را پیدا بکنیم، یعنی موقعیت تهداب و مشخص بکنیم در سر ساحه. که هموارکاری و پرکاری شامل چی است؟ شامل خط‌اندازی هم میشه. پس در اینجا وقتی که ما بحث پرکاری میشه، پس در این قسمت ما با استفاده از این تعیین میکنیم که در سر ساحه چقدر کندنکاری صورت میگیره، چقدر خندنازی میشه، در کدام قسمت سنگ گذاشته شود، در کدام قسمت سنگ گذاشته نشود. پس این امور شامل چی میشه؟ شامل پرکاری میشه. پس وقتی که ما پرکاری و هموارکاری را به خاطر تعیین موقعیت ساختمان‌ها و خصوصا تهداب استفاده میکنیم، پس نرم‌های کاری در اینجا وجود داره. ما قبلا نرم کاری و طاقت کار مورد مطالعه قرار دادیم، گفتیم طاقت کار MD است، یعنی مند روزهای کاری هستند. پس یک روز کاری هم 8 ساعت هستند که از یک تایم مشخص الی تایم مشخص میشه. پس این تعداد ساعت ها 8 ساعت کاری هستند. اگر از صبح در نظر بگیریم میره 4 دیگه عصر. پس این شامل اونم یک نیم ساعت هم شامل چی هست؟ شامل صرف تمام وقت نماز هستند. پس در مجموع نرم‌های کاری هر پروسه باید مشخص باشه. همچنین در بخش هموارکاری و پرکاری ما نرم‌های کاری داریم. حجم نرم‌های کاری را شما ببینید، هموارکاری زمین الی 10 سانتی متر، یعنی زمینی که بس ضخامت 10 سانتی متر هموارکاری شود، واحدشان به متر مربع است. هر متر مربعی را براتون محاسبه کرده. کارگر ماهر یا SL ما شما در اینجا داریم 0 چند است؟ 0.01 MD به متر مربع. یعنی یک کارگر ماهر در 8 ساعت ضرب 0.01 MD بر متر مربع این آدم میتونه، یا ما کارگر ماهر میتونه در صورتی که ضخامت 10 سانتی متر باشه کار بکنه. کارگر غیر ماهر ضریب 0 چند است؟ 0.4. منطق از این هستند که ما در اینجا داریم 0 چند است؟ 0.01 MD بر متر مربع. خب این محاسبه شد. پس شما میفهمین که یک MD هم 0 چند است؟ 8 ساعت است. پس 0.01 ضرب در چی میکنیم؟ ضرب در 8 میکنیم. تقسیم چی؟ تقسیم متر مربع. پس به این مناکیر ضرب 8 کنیم، اون تعداد ساعت معلوم میشه. بعد این به دقیقه تبدیل میکنیم. یعنی در چند دقیقه یا در چند ساعت
چند ساعت 1 متر مربع را همین کارگر ماهر میکنه، درست هموارکاری میکنه. و همین ترتیب کارگر غیر ماهر همچنان هموارکاری و چمنکاری ساحه شما ببینید اینجا براتون کارگر ماهر میتونه کار چقدر انجام بده. پرکاری توسط گل بدون تفکری متر مکعب محاسبه میشه، مقدار از اینم به 1 متر مکعب براتون داده، چون کارگر ماهر ضرورت نیست در همگی به صورت عادی انجام میدن، یک کار ساده است. از خاطر کارگرای غیر ماهر یا ان اسکیل لیبر هم میتونه چی کنه انجام بده. به همین ترتیب پرکاری توسط مواد غیر نفوذ، پرکاری و تپه‌کاری در ته‌هوا، پرکاری و تپه‌کاری در فرش‌ها، پرکاری در عمق بیشتر از 3 متر، پرکاری عقب دیوارها، این طاقت کار است. این اگر ما مقدار مجموعی پرکاری را و یا هموارکاری را بعد از اینکه کندنکاری صورت میگیره دوباره پرکاری ضرورت هست، پس اون مقدار مجموعی پرکاری را وقتی که ما محاسبه بکنیم و داشته باشیم، پس میتونیم مشخص کنیم که چند تعداد کارگر ضرورت است. این کارگر میتونه ماهر باشه یا کارگر چی میتونه کارگر غیر ماهر باشه. این نرم های کاری این پروسه است. بحث کندنکاری یا اسکیویشن هم پیشتر براتون گفتم، خود کندنکاری هم به متر مکعب محاسبه میشه. دوستان متوجه باشین که ابعاد کندنکاری مساوی به ابعاد یا عرض طول کندنکاری مساوی به عرض طول تهداب. یعنی به این معنی که به هر اندازه‌ای که تهداب حرز داشته باشه، تهداب مایل کانکریتی باشه، طول عرض تهداب مساوی به طول عرض کندنکاری، فقط در عمق تغییر میکنه. چون کندنکاری از سطح زمین به طرف پایین کنده میشه، اما تهداب میتونه که عمقش کوچکتر باشه یا مختلف باشه، فرق میکنه، اما فقط ابعادش همیشه یکسان هستند. این در نظر بگیریم که خصوصا در تهداب هایی که به صورت دیک ترنچ یا به صورت جداگانه یا منفرد کنده میشه، این ابعاد اکثرا چی هستند؟ ابعاد مساوی هستند با ابعاد چی؟ با ابعاد کندنکاری هستند. نورهای طاقت کار نظر به طبقات زمین. شما میفهمید وقتی کندنکاری صورت میگیره طبقات فرق میکنه، یا طبقه سخت داریم یا طبقه نرم داریم و طبقه چی است؟ متوسط هستند. پس نظر به نوعیت زمین وقتی که مشخص میشه که زمین ما نرم است، یک طاقت کار ضرورت داره، اگر زمین ما سخت باشه دیگه طاقت کار ضرورت داره. پس به خاطر زمین های نرم یا سافت سایل ما 0.4 5 MD بر متر مکعب داریم. این هم برای کارگر ماهر است، هم برای کارگر چی است؟ هم برای کارگر غیر ماهر است. برای زمین های متوسط یا زمین هایی که نه سخت هستند نه نرم هستند 0.8 MD بر متر مکعب، یعنی در هر 0.8 MD 1 متر مکعب میتونه کارگر ماهر یا غیر ماهر انجام بده. در زمین های سخت 1.1 MD بر متر مکعب است. این نرم های فرق برای کندنکاری توسط نیروی انسانی با استفاده از بیل و کلنگ هستند. این طاقت کاری که در قسمت بالا براتون داده شده البته توسط نیروی انسانی هستند. البته در صورتی که ما توسط ماشینالات و توسط مکانیزه صورت بگیره، مثلا استفاده از لودر و اسکواتور و یا وسایل دیگه که به خاطر کندنکاری صورت میگیره یا وسایل بسیار بزرگ هستند، در این حالت ما مجبور هستیم که از کتاب لایحه طاقت کاری که قبلا براتون گفته شد در درس اول وزارت فوائد عامه که یک کتاب به نام لایحه طاقت کار در سال 1344 هجری شمسی تالیف شده و مهمترین بخش در بخش امور کندنکاری، خلاصه همه بخشا طاقت کارش وجود داره، میتونیم مراجعه بکنیم و طاقت کار ماشینالات و دستگاه هایی که و وسایلی که به خاطر امور کندنکاری استفاده میشه او را به دست بیاریم. حالا یک بحث دیگه میشه، شما میدونید که عمق کندنکاری متفاوت میباشه، امکان داره که 50 سانتی باشه، 30 سانتی متر باشه و امکان داره که بیشتر از 1 متر باشه. پس هر قدر که عمق بیشتر شود پس طاقت بیشتر ضرورت داره، انرژی بیشتر ضرورت داره. پس به خاطر از اینکه ما بتونیم هم از نقطه نظر کار وقتم بیشتر میگیره، هم پول بیشتر ضرورت داره و هم انرژی بیشتر ضرورت داره. پس در این حالت ما مجبور هستیم که یک اصل در نظر بگیریم. برای زمین های نرم و متوسط هرگاه عمق از 1 متر بیشتر میشه، به هر اون مقدار از او در کارگر ماهر و کارگر غیر ماهر به اندازه 0.05 MD بر متر مکعب چی میشه؟ اون مقدار اضافه میشه. یعنی ما یه داریم 0.45 یا 0.8 داریم، زمانی که عمق از 1 متر بیشتر شود پس 0.45 ضرب 0.5 میکنیم، پس طاقت کار 0.5 MD میشه ضرب در اون مجموع عمق که ما محاسبه میکنیم. این در صورتی که عمق بیشتر از 1 متر شود پس در دو حالت ما 0.05 همراه طاقت کار اضافه میکنیم. اما برای زمین های سخت وقتی که عمق بیشتر از 1 متر باشه 0.01 MD یعنی 1.1 از ما جمعش میکنیم 1.2 میشه، پس اون ضرب در مجموع اون عمق کندنکاری میشه. طاقت کار به خاطر از اینکه خوبتر بدانیم که ما از طاقت کار اگر به صورت اشاری به دست میاره، پس در حالت اصول همی است که راوند اپ میشه، یعنی راوند آف نمیشه.
اگر مثلا اگر اینجا به دست بیای 1.1 درسته که طاقت کارآموز قیمتش از 1.1 این مستقیما ما شما چند حساب میکنیم 2 حساب میکنیم ولو که اگر این قیمتش 1.9 هم بیاد پس این مساوی به چند میگیریم 2 یعنی از این 1 0.01 هم که در اشاری طاقت کار اضافه شد مستقیما این ما شما چی میکنیم راوند اپ میکنیم 1 حسابش میکنیم یعنی 1.1 2 1.9 1 ولو که 1.9 هم باشه پس این هم مساوی به چقدر است مساوی به 2 است اگر امی 2.01 باشه پس در این حالت ما شما چند انتخاب میکنیم 3 انتخاب میکنیم درست است پس در این حالت را مکمل انتخاب میکنیم بحث دیگه یا اساس دیگه که وجود داره عبارت از سنگکاری است شما میدونید که سنگکاری هم یکی از امور بسیار مهم و اساسی در سر ساحه هستند و با استفاده از نقشه ها ما میتونیم که همون برآورد سنگکاری را انجام بدیم سنگکاری ابتدا هم به متر مکعب محاسبه میشه هم به متر مربع اکثرا محاسبه میشه یا اکثرا سنگکاری را به فی واحد طول هم محاسبه میکنن در سر ساحه مثلا 100 متر دیوار است سنگکاری مشخص است هر 6 سانتی متر میگه که اینمی هر متر این قدر براتون میدم یا میگم فی متر مکعب برات میدم یا میگه فی متر مربع براتون میدم به صورتی که هر سنگکاری از 6 سانتی متر کمتر باشه حدود 20 سانتی متر باشه اکثرا این به متر مربع محاسبه میکنن در مجموع دو نوع سنگکاری داریم یکی درای استون مسنری داریم دیگه استون مسنری و مابتر داریم سنگکاری با مساله و سنگکاری خشک داریم این سنگکاری با مساله اون از نامش پیداست که سنگ با استفاده از مساله یعنی پارچه های سنگ و مساله وجود داره و سنگ بدون استفاده از مساله در نظر گرفته میشه پس سنگکاری خشک یا درای استون مسنری چی است این در جاهایی که رطوبت زیاد باشه استفاده میشه اکثرا این پایینتر از سطح زمین در قسمت هایی که رطوبت وجود داشته باشه آب وجود داشته باشه ما تنها فقط سنگ از سر سنگ میمونیم در این حالت چی میشه این هم نوع چی است سنگکاری هستند و بعض اوقات ما میتونیم از سنگکاری خشک در قسمت های تداوا استفاده بکنیم البته با کم چی پارچه های سنگ انداخته نمیشه سمنت امرای ریگ است این سمنت و ریگ در اینجا اضافه میشه فقط در قسمت تهداب ما وقتی که میخوایم کمی را مقاومت داشته باشیم وقتی که مسیر آب به یک مدت متوقف میسازیم یا بنابر همو وسایلی که وجود داره ایره تغییر میتیم ما به خاطر محکمیت بیشتر امی تهداب از چی استفاده میکنیم سنگکاری میکنیم با دبای نزیم بعض از مساله سمنتی و ریگی چی میکنیم استفاده میکنیم اما سنگکاری با مساله بر علاوه که از پارچه های سنگ بزرگ متوسط استفاده میشه از مساله هم در بین چی میشه استفاده میشه که در بین از این پارچه های بزرگ از سنگ های یکپا هم وجود داره هر دو نوع سنگکاری هم سنگکاری خشک هم سنگکاری با مساله هر دوی از این دو نوع هستند یکی سنگکاری غرقه است یا سون میسنری این فاوندیشن یعنی سنگکاری خشک و سنگکاری با مساله هر دوی از این به دو نوع تقسیم شده سنگکاری غرقه که دیگه ما شما داریم سون میسنری این فاوندیشن و سنگکاری کروسی یا سون میسنری این الیمیشن یا بعضا میگن above الیمیشن above فاوندیشن پس در این حالت سنگکاری غرقه و سنگکاری کروسی کدام هستند خود سنگکاری غرقه تفاوتش با سنگکاری کروسی هستند که سنگکاری غرقه پایینتر از سطح زمین بدون استفاده از رجه این را میگن به نام سنگکاری غرقه این هم میتونه به صورت خشک استفاده شود میتونه به صورت چی به صورت مساله استفاده شود یعنی سنگکاری غرقه هم به صورت خشک است هم به صورت با استفاده از مساله اما تعریف سنگکاری همی است که پایینتر از سطح زمین با کدام تفاوت چیزی است که از درجه استفاده نمیشه سنگکاری کروسی بالاتر از سطح زمین میباشه یعنی بالای تهداب میباشه البته چون در معرض دید قرار میگیره و باید منظم باشه چی میشه استفاده میشه با استفاده از رجه هم به صورت خشک میتونه استفاده شود هم به صورت چی هم به صورت مساله مقدار مساله در سنگکاری استاندارد و معیار است که حدود 30 الی 35% حجم سنگکاری در نظر گرفته میشه مثلا اگر ما 100 متر مکعب سنگکاری داشته باشیم 35 الی 35 متر مکعب از این مربوط به چی میشه مربوط به مساله میشه زایات در سنگکاری چون بیشتر زایات دیگه وجود داره و اکثرا باز بعد از زایات استفاده هم میشه مقدار فیصدی زایات مساوی به چقدر میباشه 10% میباشه نرمای کاری و طاقت کار در سنگکاری استن مسنین فاوندیشن در سنگکاری غرقه برای کارگر ماهر 0.15 است برای کارگر غیر ماهر 0.4 است 0.6 MD و متر مکعب است البته استن مسنین دیگه یک بحث وجود داره 1 متر مکعب معادل به 1 متر مکعب سنگکاری معادل است به 1.1 متر مکعب سنگ تکرار میکنم دوستان خوب متوجه باشید
1 متر مکعب سنگکاری که دیگه مساله هم استفاده میشه مساوی به 1.1 متر مکعب سنگ. یعنی ما اگر بخوایم که سنگ پیدا کنیم مثلا 10 متر مکعب سنگکاری داریم این مساله دیگه فهم شامل شد. پس ما چند متر مکعب سنگ خریداری میکنیم؟ 11 متر مکعب سنگ خریداری میکنیم. اگر 100 متر داشته باشیم 110 متر چه میکنیم؟ خریداری میکنیم. طاقت کار برای سنگکاری که بالاتر از سطح زمین کار میشه یا بر ارتفاع کار میشه 0.18 MD بر متر مکعب و 0.6 MD بر متر مکعب در اینجا هم استفاده میشه. در صورتی که ارتفاع بیشتر میشه اینجا گفته اگر ارتفاع بیشتر شد درست است ده ببخشید اینجا بحثی است که یک کارگر ماهر و کارگر غیر ماهر در یک روز چه مقدار سنگکاری را کار کرده میتونه. کارگر ماهر در یک روز 4 متر مکعب میتونه کار بکنه و کارگر غیر ماهر میتونه 1.5 متر مکعب کار کنه در صورتی که نوع سنگکاری چی باشه؟ غرقه باشه. در این حالت میتونه در یک روز این قدر کار بکنه. اما در صورتی که نوع سنگکاری ما کرسی باشه یا بالاتر از سطح زمین باشه کارگر ماهر 2.5 متر مکعب کار میکنه چون دقت بیشتر کار داره در اینجا رجع استفاده میشه بیلانس میشه تراز میشه از اون خاطر وقت بیشتر میگیره. اما کارگر غیر ماهر 0.8 الا 1 متر مکعب در یک روز میتونه چی کنه؟ کار بکنه. موضوعی که قابل بحث است و باید در نظر بگیرید دوستا که حجم مساله از مجموعه حجم سنگکاری کم نمیشه. چرا در اینجا چون وقتی سنگ انداخته میشه سنگ ها منظم نیست بینشون خالیگاه میباشه از اون خاطر سنگ خودش هست اما در قسمت وسط خالیگاهی که وجود داره او چی هستن او را با مساله کار میکنیم. پس مجموعه حجم مساله که ما 30% یا 35% در نظر میگیریم از مجموعه سنگکاری تفریق نمیگرده در صورتی که ارتفاع بیشتر از 1 متر باشه شود. مثلا ارتفاع سنگکاری بیشتر از 1 متر میشه 2 متر 3 متر میشه. پس در این حالت برای کارگر ماهر 0.02 MD بر متر مکعب در هر کار اضافه میشه. مثلا ما 0.15 داریم میشه این را بگیریم وقتی که بیشتر از 1 متر شد 0.17 میشه. همین ترتیب اگر در صورتی که برای کارگر ماهر ارتفاع بیشتر از 1 متر شود غیر ماهر پس در این حالت ما 0.06 MD بر چی میگیریم؟ MD بر متر مکعب میگیریم. مورد دیگه عبارت از خشکاری یا بریک میسنری است که واحد از این به متر مکعب است. نسبتاً به متر مکعب زمان میشه که ضخامت خشکاری از 10 سانتی متر چی شود؟ کمتر شود. یعنی اکثرا واحد به چی است؟ واحدی که ما شما استفاده میکنیم این واحد به متر مکعب است. در دیگه حالت تمام حالت ها واحدها به متر مکعب است فقط به صورت نسبتاً میشه ما به صورت مربع هم محاسبه کنیم. دلیلشون براتون گفتم که در صورت ضخامت کمتر از 10 سانتی متر باشه یعنی ضخامت دیوار. فیصدی مساله 22 الی 28% معیار است اما در افغانستان به خاطر طرز خشتینی که وجود داره 25% مروج است و در نظر میگیرن. ضایعات در خشتکاری 5 الی 10% هستند. ابعاد خشت صندوق که در بازار افغانستان وجود داره 23.11 است و یا 23.6 سانتی متر است که دو نوع خشت صندوق هر روز در بازار چی است وجود داره. طاقت کار کارگر ماهر 0.5 MD بر متر مکعب است. از کارگر غیر ماهر 1.5 MD بر چی است؟ متر مکعب. اگر ارتفاع بیشتر از 3 متر میشه و ضخامت هم بیشتر از 25 سانتی متر میشه اینجا خوب در نظر بگیرید. این ارتفاع بیشتر از 3 متر شد درست است و ضخامت هم بیشتر از چقدر میشه؟ بیشتر از 25 سانتی متر میشه. پس برای کارگر ماهر در طاقت کار 0.4 MD بر متر مکعب اضافه میشه برای کارگر غیر ماهر 1.5 MD بر متر مکعب چی میشه؟ اضافه میشه. بحث دیگه وجود داره بلوک کاری هستن یا بلوک میسنری. شما میفهمین که بلوک ها هم نوع از مواد ساختمانی هستند که بیشترین استفاده را دارند که این بلوک ها به نام بلوک های کانکریتی یا کانکریت مسنری یونیت یا CMU مخفف آن هستند یاد میشه یا به نام بلوک های میان خالی یا خشت های میان خالی که از سمنت و ریک ساخته میشه با یک مقاومت مارکای مختلف. این به نام بلوک یاد میکنن. خود بلوک ها به خاطر دیوارهای وزن بردار که وزن کمتر باشه ندرتا استفاده میشه اما برای دیوارهای تقسیماتی بیشتر استفاده میشه خصوصا در دیوارهای احاطوی که به خاطر پوست استفاده میشه و چون داخلش میان خالی هستن و از موادهای استفاده میکنه که عایق صوت هم میشه که صوت انتقال نمیکنه چون هر قدر که حجم بیشتر باشن منفذداری کمتر باشه به ما اندازه صوت انتقال میکنه خصوصا در خشت گپا هم در خشتایی که میان خالی هستن به خاطر از اینکه صوت انتقال نکنه بیشتر از میان خالی استفاده میکنن مثل که از بلوکا به صورت خشتی اکثرا بیشتر چی میشه استفاده میشه. بلوکاری به واحد متر مربع محاسبه میشه چون ابعادش مشخص است اندازه های بلوک ها استاندارد است معیار است از این خاطر ما مساحت دیوار محاسبه میکنیم به اساس مساحت تعداد بلوک ها مشخص میشه. فیصدی مساله
که در بینش پر میشه 18% می باشه و از خود مساله از کانکریت سبک و مارک پایین‌تر چون در بینش هستن. این به خاطر امو هستن که امو بینشون یک اتصال به وجود بیاد دیگه بیشتر استفاده نمیشه. از اون خاطر ما از کانکریت سبک یعنی جغل سبک استفاده میشه و مارکش هم چی می باشه کمتر می باشه. اندازه ها بلوک ها و تعداد بلوک ها به اساس متر مربع چی میشه محاسبه میشه. اول ابتدا اندازه های بلوک ها رو ببینید. این اندازه های چی هست؟ استاندارد 40 30 20 40 20 20 و 40 22 و 42 و 10 سانتی متر هستند. این بلوک های استاندارد است که در بازار پیدا میشه. در همه محاسباتتان شما فقط اینمی بلوک ها رو در نظر میگیرید و این استاندارد ها رو در نظر میگیرید. پس ما تعداد بلوک ها را به اساس متر مربع رو محاسبه میکنیم. در صورتی که بلوک شما 40 20 30 باشه 40 30 20 باشه و بلوک 40 20 و 20 باشه پس 12.5 دانه در هر متر مربع ضرورت داره. این چیز محاسبه شده. شما میتونید همین هم محاسبه بکنید. 40 30 20 ضرب بکنید اگه به متر مربع تبدیل بکنید در یک متر مربع ببینید چند دانه ضرورت میشه. پس تعدادش تقریبا مساوی به 12.5 دانه میشه. اگر بلوکای شما 40 20 و 10 باشه 25 دانه در هر متر مربع چی است ضرورت است. در صورتی که بلوکای شما 40 10 باشه پس در هر متر مربع 50 دانه از این بلوک‌ها چی میشه استفاده میشه. نرم طاقت کار برای بلوککاری مشخص است که SL 0.0625 MD بر متر مربع و USL هم 1.0.188 MD بر متر مربع در نظر گرفته می شود. پلاسترکاری که شما می‌دونید یک فعالیت بسیار مهم و اساسی است که اکثرا همتون با او آشنایی دارین و بدون پلاسترکاری شما میفهمین که در دیوارها در خشتی در بلوککاری در همه جا از خشتکاری استفاده میشه و یک عایق نسبتا رطوبت برای علاوه از این نحس یک قشر محافظوی در مقابل رنگ رطوبت گیاه استفاده میشه و واحد پلاسترکاری به متر مربع است نسبتا به متر مکعب است. البته منطقش این است که به متر مربع در محاسبه میشه اما زمانی که ما مواد حجم ساختمانی را محاسبه میکنیم به متر مکعب تبدیلش میکنیم. یعنی ابتدا مساحت پلاسترکاری باید محاسبه شود که چند متر مربع ضرورت است. بعد ضخامتی که معیار است یا ضخامتی که ما در پلاسترکاری داریم او ضرب ضخامت میشه به متر مکعب محاسبه شد. بعد از اینکه به متر مکعب محاسبه شد بعد ما مواد خشکش محاسبه میکنیم. ضخامت پلاسترکاری معیار است از 12 میلی متر شروع الی 25 میلی متر یعنی 1.2 الی 2.5 سانتی متر در نظر گرفته میشه. مارک های مساله که در پلاسترکاری در نظر گرفته میشه 1 به نسبت 5 یعنی 1 سمنت 5 چی است؟ ریگ است. ریگ سرمه‌ای است. درست است که از جالی کشیده میشه اون جالی پایین‌ترین که به شکل سرمه است از اون کشیده میشه. پس در صورتی که 1 به نسبت 5 باشه مارک سمنت 200 است. 1 به نسبت 4 300 1 به نسبت 3 400 1 به نسبت 2 چقدر است؟ 500 است. کسرات در پلاسترکاری منطقه از کسرات چی است؟ شما میدونید وقتی پلاسترکاری میشه این پلاسترکاری در دیوار میشه. دیوار دروازه داره، کلکین داره، یقین قسمت‌های باز داره مثلا روشن اندازها دارن یعنی سرهایی که به خاطر لاین و کیبلی که پام مانده میشه یا نوک‌های پیک هستن یا گادرها هستن یا به میره قسمت‌های زینه است و چوکات هاست سرتاق‌ها زیرتاق‌ها هستن. اینی قسمت‌ها خودش کسرات است. آیا ما در محاسبات شامل بسازیم؟ خیر و این خاطر چند اصل وجود داره. در پیک‌ها، گادرها، نوک‌های پیک این شامل محاسبه نمیشه. این دیگه بسیار چیز کوچک است لازم نیست که ما در محاسبه هم در نظر بگیریم. و پلاسترکاری مقدار از او قدر زاید در نظر میگیریم و فیصدی میباشه او شامل در پلاسترکاری شامل میشه اما در محاسبه قطعا میره در نظر نمیگیریم. جاهای باز که مساحتش کوچکتر از 0.5 متر مربع باشه مثلا یک قسمت روشن انداز است وقتی که شما محاسبه میکنید مساحت از 0.5 کمتر میشه 0.2 متر مربع میشه. مثلا زیرین سرتاق‌ها یا خود سرتاق‌ها برآمدگی‌هایی که در سرتاق‌ها وجود داره تاقچه‌هایی وجود داره کناره‌های در چوکات‌های دروازه و کلکین گه‌ها اینی اکثرا شامل محاسبه هم نمیباشه. جاهای بازی که بین مساحت 0.5 الی 3 متر مربع هستند. در صورتی که شما یک قسمت را محاسبه میکنین مساحت 0.5 الی 3 متر مربع یعنی 2 متر مربع مثلا به دست میاد پس در حالت یک طرفه محاسبه میشه. یعنی یک طرف شامل محاسبه است یک طرف دیگه شامل محاسبه نمیباشه. پس ما یک طرف فقط در محاسبه خود شامل میسازیم طرف دیگر را محاسبه نمیسازیم. درست است؟ یعنی یک طرف پر محاسبه میشه طرف دیگه از مجموع علوم قسمت کارکسرات که کلکین دروازه است هر چی که است از مجموع علوم مساحت یک طرفش ایره تفریق میکنیم. اما در جای بازی که مساحت بیشتر از 3 متر مربع میشه مثلا یک دروازه است و یک دیوار دروازه داره یک کلکین داره. کلکین دروازه چون کسرات است
اینجا وجود نداره، پلاسرکاری نمیشه، از این خاطر از 3 متر مربع بیشتر میشه. پس از مجموع دیوار از هر دو طرف این مقدار چی میشه؟ تفریق میشه. طاقت کار در پلاسرکاری 0.08 MD بر متر مربع است، اما برای کارگر ماهر و کارگر غیر ماهر 0.13 MD بر متر مربع است. بحث دیگه که وجود داره کانکریت ریزی است یا کانکریت ورکس است که همتون میدونید کانکریت ریزی در جاهای مختلف استفاده میشه، مثلا در وجه کالم، گادر، بیم، سلب، تعدادها، زینه ها، در فرشات، در پیاده روها، در امور مختلف دیگه از کانکریت استفاده میشه و کانکریت یک پروسه بسیار مهم و اساسی است که چگونگی تهیه نبودن کانکریت شما بهتر میدونید. در مواد ویدیو ساختمانی خواندین که ما از کدام آب استفاده کنیم، جغل پاک باشه، ریگ باید پاک باشه، خاک نداشته باشه، سمن باید چگونه استفاده شه، با کدام کیفیت باشه، چه وقت اثر سمن مدت زمان نگهداری سپری شده باشه و با کدام ارتفاع زمین باشه. این موارد هستند که به خاطر به دست آوردن یک مخلوط کانکریت خوبتر که مارک که ما ضرورت داریم از این چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. پس کانکریت هم در امور برآورد یک بخش اساسی است که ما باید را محاسبه بکنیم. پس واحدش به متر مکعب است، یعنی چون ضخامت داره، عمق داره، ارتفاع داره، عرض داره، از این خاطر واحد کانکریت هم به متر مکعب چی میشه؟ محاسبه میشه. ما مارک کانکریت داریم. کلمه خود مارک مقاومت فشاری کانکریت مانند، یعنی کانکریت با مارک محاسبه میشه. یعنی وقتی که مارک محاسبه شد بعداً ما با اساس مارک مواد خشکش محاسبه میکنیم. خب قبل از این یک بحث دیگر دوستا باید براتون انجام بدم، او است که در قسمت پلاسرکاری ما مواد خشک قبلا در ویدیو قبلی براتون گفتیم که 1 متر مکعب مواد خشک پلاسرکاری یا مخلوط مساله مساوی به 1.28 متر مکعب مواد خشک مساله. یعنی این ترس مخلوط مساله است یا پلاسرکاری است 1.28 است. اما در کانکریت ریزی مارک کانکریت مقاومت فشاری کانکریت با کیلوگرم فی سانتی متر مربع محاسبه میشه. پس 1 متر مکعب مخلوط کانکریت مساوی است به 1.52 متر مکعب. یا بعضی کتاب‌ها این قیمت چقدر میگیرن؟ 1.54 متر مکعب در نظر میگیرن. مارک های سمن که در بازار وجود دارد 200 و 250 و 300 و 350 و 400 وجود دارد. مارک سمن دوری 400 کیلوگرم فی سانتی متر مربع است و سمن جبل سراش 200 کیلوگرم فی سانتی متر مربع است. این هم مارک های مروجی که با سمنت و ریگ و نسبت های ریگ و سمنت وجود دارد. شما در متد مواد ساختمانی خواندین که 1 به نسبت n به نسبت 2n، یعنی 1 سمنت ریگ و 2n ریگ. درست است؟ پس این مارک های نسبت های مارک های مختلف هست. از مارک 50 شروع شده، مارک 250 و بالا که میشه بازی مکس دیزاین میشه که با استفاده از اون اصول وجود داره. بود ما اینو چطور بتونیم مقاومت فشاری کانکریت بلند ببریم، مثلا 280 و 300 و 400 و 500 میشه که با براده آهن استفاده میشه، جغل بسیار سنگین استفاده میشه که این شما خود از مثالای قبلی همتون خواندین و میدونید. مارک اون 50 1 4 و 8 است، مارک 75 1 3 و نیم 5 است، 5 و نیم است. الا مارک 250 1 1 2 ای هم مارکا با نسبت های چی است؟ نسبت هایشان هستند. ما دو نوع کانکریت داریم، یکی RCC داریم، یکی PCC داریم. PCC ما پورتلند سمنت کانکریت است و RCC ما رینفورسمنت سمنت کانکریت است. فرق بینشون شما میفهمید در PCC سیخ گل یا فولاد استفاده نمیشه، اما در RCC چیز استفاده میشه؟ سیخ گل استفاده میشه. پس وقتی در PC اکثرا مارکا بسیار پایینتر میباشه، خصوصا PC اگر در شیفته در قسمت پایین به خاطر هموارکاری در تهداب استفاده شود، این مارک‌های 50 و 70 و 100 برش کفایت میکنه. اما در قسمت RCC چون در معرض قوای کشی و فشاری قرار میگیره، فولاد عمل نفته میشه، بنان با مارک‌های بلندتر چی میشه؟ در نظر میگیره. امور خود کانکریت ریزی را اکثرا به دو شکل صورت انجام میدن. یکی همزمان کانکریت ریزی در سر ساحه است و تهیه کردن خود کانکریت است. کانکریت ریزی در سر ساحه است. یک قلم جداگانه در برآورد محاسبه میشه و دیگه خود
همین وقتی کانکریت در سر ساحه انداخته میشه ضرورت به قالب بندی داره. پس قالب بندی هم تحت یک عنوان جداگانه یا یک قلم جداگانه محاسبه میکنه. یعنی یک قلم تحت کانکریتیزی و ریخت کانکریت و یک قلم دیگه شامل چی است؟ شامل قالب بندی هستن. بازی اگر بحث سیخ گپا باشه با سیخ تحت قلم جداگانه محاسبه میکنه. سیخ قطع میشه، خم میشه، تاب میخوره و جابجایی خود سیخ کی با تحت دو قلم جداگانه مورد در مورد محاسبه در پروسه برآورد قرار میگیره. یعنی اگر خلاص براتون بگویم کانکریتیزی و ریخت کانکریت یک قلم، قالب بندی کانکریت قلم دیگه، یعنی ماده شماره 2 میشه، قطع سیم و تو سیم یا خم کردن سیم ماده دوم و جا گذاشتن یا پلیسینگ خود سیخ در خود عضو ساختمانی بیم سلب یا پا تحت یک قلم جداگانه حساب میشه. سیخان نخست با وزن محاسبه میشه که شما کلتان میفهمین. ابتدا ما وزن سیخ باید محاسبه بکنیم. البته وزن سیخ با کیلوگرم فی متر مربع چی میکنیم؟ محاسبه میکنیم. شما فرمولای مختلف وجود داره که یک فرموله این شما هم یاد دارین که W مساوی میشه به دی مربع بر 36 ضرب 0.222. البته دی باید به چی وضع شود؟ دی باید به میلیمتر وضع شود. پس دی مربع بر 36 ضرب در 0.22 وقت آخر هم قیمت براتون میده کیلوگرم بر متر. کیلوگرم بر متر. حالا اگر خود سیخ گل مثلا 12 میلیمتر باشه درست است، پس 12 میلیمتر ما اینجا وضعش میکنیم، پس این میشه 144 تقسیم 36 ضربش میکنیم قیمت براتون میده. مثلا اگر خود سیخ 6 میلیمتر باشه 6 مربع 36 تقسیم 26 یک ضرب 0.22 یعنی هر متر سیخ که قدر 6 میلیمتر 0.22 کیلوگرم چی داره؟ بر هر متر وزن داره. این ابتدا باید ما وزن سیخ گل را به کیلوگرم فی متر تبدیل کنیم، بعد این بعد کیلوگرم به تن تبدیل میکنیم که از بازار به صورت تن و کیلوگرم خریداری میشه. طاقت کار برای یک متر مکعب کانکریت بدون سیخ 0.02 MD بر متر مکعب است، هم برای کارگر غیر ماهر 1.5 MD بر متر مکعب است. طاقت کار برای یک متر مکعب کانکریت سیخدار 0.2 MD بر متر مکعب است، اما طاقت کار برای یک البته کانکریتیزی هستند 3.5 MD بر 3 MD بر متر مکعب است. طاقت کار برای سیخ تاب یا ما به نام سیم تو میگیم یا استیل فیکسر میگیم که در بازار مشخص است مروج است. دیگه از خاطر این استیل فیکسرها 11.5 MD بر تن یعنی 11.5 یعنی یک تن در 11.5 MD کار بکنه. مثلا شما 8 ضرب 11.5 کنین 8 ساعت کامل تقریبا 2 روز میشه، بیشتر از 2 روز میشه، نه بیشتر میشه. پس 11.5 ضرب 8 کنین تعداد ساعت میشه، بعد این با تقسیم اونمو 8 میکنین تعداد مشخص میشه که چند روز میشه. 11.5 روز میشه تقسیم تن یعنی یک تن در این قدر روز یادم کار میکنه. اما با صورت تجربی یک اصول پیشنهاد کردن که سیخای گل که قدر 6 الی 2 میلیمتر داره هر کی میتونه یک کارگر عادی یا استیل فیکسر که 120 کیلوگرم در یک روز کار بکنه. قدرش که البته بین 6 تا 10 باشه. اگر قدر از 12 تا 14 باشه 150 کیلوگرم در هر روز کار کرده میکنه. چرا وزن بیشتر میشه؟ چون قدر بیشتر میشه وزن هم بیشتر میشه. اگر سیخ گل 16 میلیمتر یا بزرگتر شود بعد 220 کیلوگرم در هر روز میتونه کار بکنه. این هم مارکای کانکریت با نسبت آب بر سمنتش یا W/C یا سمنت ریشیو که میگن. پس اینجا به هر مارک اما نسبت های مثلثی خاص خود ببخشید W/C خاص خود داره. مثلا مارک 50 0.9 الی مارک 280 0.44 مارک 250 0.5 یعنی W/C 0.5 ما مقدارها به اساس مارک و نسبت های سمنت ریشیو میتونیم محاسبه بکنیم. بس دیگه وجود داره بحث قالب بندی است یا فارمورک یا شاترینگ است که واحد متر مربع است و بعضا با متر مکعب هم محاسبه میشن چون در صورتی که 4 طرف باشه مثلا کامل در نظر بگیریم یعنی هر سه جهت رو در نظر بگیریم پس این حالت به متر مکعب از قالب بندی چی میشه استفاده میشه. موارد استفاده قالب بندی رو شما میفهمید در تدابیر، پایه‌ها، گالرها، سقف‌ها، زینه‌ها، امور مختلف دیگه از قالب بندی چی میشه استفاده میشه. تختی که در قالب بندی استفاده میشه البته تختایی که در بازار هستن 3 بار اما بهتر است که از 3 بار بیشتر استفاده نشه و دستک هایی که در حال خود
قالب بندی ها به صورت فلزی شده. مشکلش شما میدونید وقتی که از فلز استفاده میکنه سطح لش هم میباشه، درست رنگ نمیگیره، پلسترکاری نمیگیره. اکثرا اما مروج همیست که باید از تخته و دستک استفاده شود. اما دستک ها استفاده میشه برای از 5 بار بیشتر نباید از اون دستک ها دیگه چی شود استفاده شود. ضخامت تخته 3 سانتی متر استاندارد است، خود دستک 10 سانتی متر. ضایعاتی که ما داریم به متر مربع است، یعنی 0.014 متر مکعب بر متر مربع. شما میدانید که چون تخته است وقتی که ضخامت از 3.5 سانتی متر بیشتر میشه ما از واحد مساحت به متر مکعب تبدیل میشه. پس در هر متر مربع 0.014 متر مکعب ضایعات داریم. یاد چی است؟ یاد دستک است. برای تخته اینقدر است، اما برای دستک 0.095 متر مکعب بر متر مربع، یعنی در هر متر مربع قالب بندی اینقدر ما متر مکعب ضایعات در قسمت دستک داریم. طاقت کار 0.3 MD بر متر مربع، 0.1 MD بر متر مربع از طاقت کار کارگر ماهر، کارگر غیر ماهر است. لوازمی که ما ضرورت داریم که چطور بتونیم لوازم از این محاسبه بکنیم. مثلا تمبر یا تخته ضرورت داریم 0.015 متر مکعب بر هر متر مربع، یعنی ما در هر متر مربع 0.015 متر مکعب ضرورت داریم. شما وقتی تخته را میخرین تخته ها در بازار به متر مکعب فروخته میشن، یا تخته ها ابعادش مشخص است، عمقش مشخص هستن، ما از این تعداد ها چی میکنیم استفاده میکنیم. خب ببخشید دوستان یک وقفه آمد. ما گفتیم لوازم قالب بندی را ضرورت داریم که عبارت از تمبر یا تخته است، یعنی در هر متر مربع 0.015 متر مکعب ضرورت است. یعنی شما وقتی که تخته خریداری میکنید تخته به متر مکعب است خریداری میشه، چند متر مکعب است، بعداً با ضخامت ازتان میخواهد شما را به مو ضخامت به مو ابعاد تخته برتان میته. اما لوازمی که ما ضرورت داریم که چگونگی را محاسبه کنیم تخته را به این شکل صورت میگیره و 0.0. خب امی تمبر چی هستن؟ مو دستک هستن که 0.015 متر مکعب بر متر مربع است. وودینگ پلنگ این تخته هستن که 0.03 متر مکعب بر متر مربع. نیل یا میخ ضرورت داریم 0.3 کیلوگرم بر متر مربع، یعنی در هر متر مربع اینقدر وزن ضرورت است که به کیلو خریداری میشه. گژمک یا نم کلیپت هایی که به خاطر بسته‌بندی خود قالب استفاده میشه 0.3 کیلوگرم بر متر مربع است. سیمی که ضرورت داریم سیم نرم یا سیمی که به خاطر بسته‌بندی قالب استفاده میشه 0.1 کیلوگرم بر متر مربع از این است ضرورت است. دیگر دوستان در بخش اقلام عمده کار این موضوعات اساسی و عمده بود، اما بهتر است که در مورد اقلام عمده کار یک سلسله مواد دیگه هم در بخش چپترتان وجود داره که اینا توجه خودتان میخواهیم که خودتان بیشتر از این فوکس بکنین که دیگه براتون تشریح کرده. مثلا کسرات دیگه رو تشریح کرده که در صورتی که کسرات یعنی افهم میخواهیم دوستان باز هم یک مزاحم شد در قسمت کسرات در نوت با قومیتون در چپتر این بهتر از خودتان در چپترتان مراجعه کنین. این ساده است، از خاطر لازم به این نیست که لکچر جداگانه ارائه شود. جای کسرات چگونه محاسبه میکنیم؟ مثلا یک دروازه است L ضرب در H ضرب در ضخامت میشه و از پرسالکاری چی میشه تفریق میشه. مثلا دروازه است عرض دروازه طول دروازه ضرب در ضخامت خود دیوار مقدار همین کسرات از مجموع دیوار تفریق میکنیم. این ترتیب اگر یک قسمت دروازه باشه اما قسمت دروازه کم گل باشه، یعنی کاملا گل نباشه، چون زیاد گل نیست، از خاطر این هم لازم نیست که قسمت گل از اینکه دیگه وجود داره هم محاسبه شه. پس بهتر است فقط اون H ضرب در L ضرب در ضخامت دیوار میشه از مجموع دیوار این کسرات چی میشه تفریق میشه. در صورتی که یک قسمت کمان باشه، مثلا دارای شوهای منظم آر باشه، شوهای مرکزی البته معلوم باشه، پس یک قسمت جداگانه H ضرب در L ضرب در W محاسبه میشه، آر جداگانه است. اما اگر ما بخوایم تنها قسمت این سگمنت یا این قسمت وجود داره مساحت از این پیدا کنیم 2 بر 3 LR مثبت R مکعب بر 2 L میشه. پس در اینجا L چی است؟ عبارت از عرض دروازه است یا طول دروازه است، R هم عبارت از شعاع است. از این فرم استفاده میکنیم مساحت قسمت زمین پیدا میشه. اگر ما بخوایم مجموع این کسرات پیدا کنیم یعنی این قسمت دروازه جمع قسمت کمان، پس در این حالت ما مقدار مجموعی کسرات با استفاده از فرمول L ضرب H ضرب جمع 2 بر 3 ضرب در L ضرب در R کل از این ضرب در T. T در اینجا ضخامت چی است؟ ضخامت خود دیوار است. همچنین اگر
او دیگه تقریبا نیمه کمان بود. اگر این کاملا به صورت کمان دایروی باشه، پس ما با استفاده از مساحت 3/4 L ضرب در H است. این مساحت هم قسمت کمان محاسبه میشه، اما حجمش هم میتونیم با استفاده از L ضرب H ضرب 3/4 L ضرب در A ضرب در ضخامت خود دیوار چی کنیم؟ محاسبه بکنیم. این ترتیب اگر یک قسمت کمان کار شده باشه، یعنی آرک مثل لیورک باشه، پس در این حالت این قسمت بالا را ما چگونه را محاسبه میکنیم؟ یک قسمت پایین L1 است، قسمت بالا L2 است. پس LM چی است؟ L وسطی است، یعنی 1 جمع L2. اگر قسمت پایین ما شما این کمان پایین L1 بگیریم، کمان بالا را L2 بگیریم، پس L1 جمع L2 تقسیم 2 میشه، پس L وسطی را میته. پس در اینجا وقتی که ما بخوایم مقدار کار در کمان را پیدا کنیم، LM اونم طول وسطی است، T ضخامت خود اینی کمان، این ضخامت ما در این قسمت چی است؟ وجود داره. خب من یک بار یک علامه رو رسم بکنم که براتون خب پس دیگه عبارت چی است؟ عبارت است اینی کمان هستن که دیگه نمیشه من چیزی براتون یادداشت کنم. پس این قسمت اینی ضخامت ضرب در ضخامت دیوار ضرب در L، این مقدار کسرات در خود کمان چی میکنه؟ محاسبه میکنه. همچنین مسئله سرطاق ها، اکثرا سرطاق ها دوستان مشخص است اندازه در نقشه، اگر در صورت احیانا مشخص نباشه پس ما شما اندازه خود سرطاق ها را که دو طرف است، سرطاق شما میفهمید سر دروازه که استفاده میشه، اینی اندازه سرطاق است که 12 سانتی متر یا 4.5 اینچ استاندارد از در نظر بگیرید. در صورتی که نباشه معلوم نباشه و ارتفاعش هم مشخص میباشه که 10 سانتی 15 سانتی 20 سانتی متر ما ارتفاع ضخامت سرطاق داریم. اگر بخوایم ضایعات طلا در قسمت سرطاق پیدا کنیم، L مساوی میشه S جمع 2 S جمع 2T. پس S جمع 2T چی است؟ S عبارت از هر دروازه است، 2T یک ضخامت یا بیارنگ اینجا وجود داره، یک بیارنگ وجود داره، پس هرش رو جمع میکنیم، جمع S میکنیم، پس طول سرطاق میشه. طول سرطاق پیدا شد، L ضرب در ضخامت ضرب در ضخامت دیوار، پس این L طول T هم ارتفاع یا عمق خودت چی است؟ سرطاق ضرب در ضخامت سرطاق میشه، پس مجموع کسرات دیگه چی میشه؟ محاسبه میشه. خب در بخش کانکریزی سر بحث کردیم، سقف است و می ترتیب فلاسرکاری یا پاس یا اون ضایعات براتون تشریح کردم به صورتی که از 3 متر مربع بیشتر میشه، دو طرف محاسبه میشه، بین 0.45 تا 3 متر مربع میشه، یک طرف محاسبه میشه، یک طرف محاسبه نمیشه، که این بحث از یا تکمیل شده که براتون انجام شده، یا خوب است در مورد چوبکاری است، در مورد آهنکاری یا پاست که گامای آهن شما میفهمید 7860 کالسن جدیدش هست، 7860 کیلوگرم فی متر مکعب وزنش است، یا مدل با 490 الوی و فوت مکعب هستن. خب این بخش کانکریزی است که صحبت شد. این هم در بخش رنگمالی شما بخونید کجا رنگمالی میشه، این هم ذرایع رنگمالی هستن که ما چه رقمی رو محاسبه میکنیم، مثلا دروازه و کلیدین ها یک سطح باشه، بدون شیشه، برآمدگی و تزیینی باشه، دو طرف مساحت، یک طرفه برای هر دو طرف کفایت میکنه. این چگونگی محاسبه نمودن چی هست؟ محاسبه نمودن همین مساحت هست. بحث دیگه که وجود داره بحث اینی آبرسانی و بدلف برقی گفاست. مجموع برآوردی که شما میکنین 8% به کلش کفایت میکنه. این چیز میار هستن، یعنی 8% مجموع قیمت ساختمان مربوط به برق، 8% مجموع قیمت ساختمان مربوط به آبرسانی، 8% مجموع قیمت ساختمان هم برآورد میکنین مربوط به چی است؟ مربوط به آبرسانی، مربوط به سیستم فاضلاب و بدرفی گفایش میشه. درست است؟ این هم خلاصه ساختن محاسباتان خودتان بخونید پیشتان، ابعاد در دیوالا را گفتن، درجه دقتش تو بلند ببریم، این کارهایی که انجام داده گفتن انجام بدین در برآوردی خوبتر است که گفتن این کارا رو شما انجام بدین. در واحداتی که در برآورد وجود داره دوستا، اکثرا اجسامی که بزرگ است و کارهای ضخیم داره، این واحدات ما شما که طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، با مکعب محاسبه میکنیم. سطوحی کم عمق به متر مربع محاسبه میشه، مثلا پلاسرکاری، کارهایی که طویل است، مثلا سیخ گل، سیم برق، کیبل، گفاری رو ما با فی طول محاسبه میکنیم. اما کارهایی که قابل شمار است، مثلا تعداد ساکت، تعداد گروه، این نمیشه دیگه که ما بگیم 10 کیلوگرم گروه، این دیگه باید گفته شود که 10 عدد گروه ذرات داریم، یا واحدی که گروه استفاده میشه، از گروه چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. دیگه اینا واحداتی که در سیستم میدیک وجود داره که شما مثلا خشت و سنگ به کدام به شکل منظم باشه به کدام ابعاد محاسبه میشه، دروازه و کلکین به کدام ابعاد محاسبه میشه، چوب دستک به کدام ابعاد محاسبه میشه، صفیره کاری رنگمالی به کدام ابعاد محاسبه میشه، یک واحد آهن و چینل، سیخ گل و این ترتیبی واحداتش است. این هم سایز دروازه های سنده، کلکین، سایز هواکش، سایز مقطع چوبی برای دروازه ها، سایز پلاهای دروازه، ضخامت کانکریت شیفته، ضخامت کانکریت چونه،
ضخامت پوشش، ضخامت پلستر، ضخامت دی پی سی چی است؟ عایق رطوبت، دم پروف کورس، عایق رطوبت، ضخامت سمنت کانکریت، ضخامت عایق بام افتاده و ایستاده پته ها، این رایس رنز این 15 و 30 15 و 28 15 و 18 ارتفاع کرسی، ارتفاع تعمیر، این چی است؟ این چیزای استاندارد است. خاطر با وزن سیخ گل این هم کار شده و ببینید شما با خود 6 میلی این وزنش این قدر 922 این 0.92 کیلوگرم است. البته این یک چی داره، این 222 کیلوگرم نیست، 0.22 کیلوگرم است. درست است که این اشتباه کرده، این 0.22 کیلوگرم، این 0.62 کیلوگرم است. کی اصلاح کنید دوستان، یعنی داشتید اصلاح کنید 0.22 کیلوگرم، 0.62 کیلوگرم بر متر است، 0.89 کیلوگرم بر متر است، 1.58 کیلوگرم بر متر، 2.47 کیلوگرم بر متر است. این هم سایزهای استاندارد. البته این سیستم سابقه بود که قبلا هم تو مونده، این استانداردش قبلا در لکچر براتون گفتم، شما از استفاده کنید. این هم ابعاد خشتکاری است که و اینی واحدات خودتان بفهمید. وقتی پول پرداخت میکنین در کندنکاری، در خاک عادی سخت دیگه ما با کدام واحد اندازه گیری میکنیم، با کدام واحد پول پرداخت میکنیم. این جدول بخونید که چندین صفحه است، بسیار خوب است، مختار بلند بردن معلومات تانم و یک تمرین است که ان شاء الله باز تمرین‌ها را ما از طریق اسایمنت پروگرام LMS و خدمتتان در اشتراک میگذارم. پس ان شاء الله با درس بعدی ما بحث برآورد تعمیرات است دیگه. شما را به خدای متعال سپردیم، به صورتی که سوال و پیشنهاد و انتقاد داشتین، گفتنی داشتین، طریق شماره واتساپ مندهی درج است و از طریق فیسبوک یا واتساپ گروه خودتان داریم و از طریق LMS میتونین که همون سوالاتتان و پیشنهاداتتان ارائه بکنید. شما را به خدای متعال سپردیم. السلام علیکم و رحمت الله و